درود بچه‌ها، چطورین آقا؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. توی ویدیوی امروز بچه‌ها میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید یه کانال یوتیوب از روی گوشی توی سال 2025 برای خودتون باز بکنید. اینو میدونم که خیلی خوب کامپیوتر شاید در دسترسشون نباشه و میخوان تمام کارشون رو از روی گوشی انجام بدن. برای هم تصمیم گرفتن که یه دونه ویدیو بسازم و بهتون بگم که توی سال 2025 چجوری میتونید خیلی راحت یه کانال یوتیوب از روی گوشی موبایل برای خودتون باز بکنید. و اینو بگم که این ویدیو میتونم بگم خیلی کاملیه و حتی بهتون میگم که چیکار باید بکنین که امنیت حساب کانالتون بره بالا، چجوری ویدیو آپلود بکنین و خلاصه در مورد این چیزا 0 تا 100 براتون توضیح میدم. بریم تو کارش. بچه‌ها اینا بهتون بگم که من برای اسکرین گرفتن از صفحه گوشیم از برنامه ایکس ریکوردر استفاده میکنم. گفتم یه برنامه بهتون معرفی بکنم، اگه خواستین برین ازش استفاده بکنیم. حالا برگردیم سراغ همون کانال یوتیوبی که بهتون گفتم. شما برای اینکه بتونید کانال یوتیوبتون رو باز بکنین یه دونه جیمیل میخواین و یه دونه پسورد میخواین. حالا من توی این ویدیو فرض رو برای این میذارم که شما جیمیل پسورد ندارین یا میخواین یه جیمیل پسورد جدا درست بکنین که فقط مخصوص کانال یوتیوب خودتون باشه، که اگر این کارم بکنین بهتره. من خودم برای کانال یوتیوب خودم همین کار کردم. پس مرحله اول الان با هم دیگه میریم تا یه جیمیل پسورد جدید برای خودمون بزنیم و یه حساب جدید درست بکنیم. برای انجام دادن این کار بچه‌ها میرین داخل گوگل یا حالا گوگل کروم، فرقی نمیکنه، میرین داخل یه مرورگر و این بالا سرچ میکنید جیمیل ساین اپ. سرچ میکنین سرچ میکنین جیمیل ساین اپ. بعدش این صفحه براتون باز میشه که روی اولی میبینید نوشته create a gmail account. روی این کلیک میکنید و میرسیم اینجا بچه‌ها یه سری چیزا رو داره بهتون میگه، سری اطلاعاتی در مورد حسابای جیمیل و اینا بهتون میده، چیز خاصی نیسته. بیاین پایین و روی گزینه create an account بزنید. اینم ضبط داره میشه صفحه؟ آره داره ضبط میشه. خب اینجا الان گوگل شما رو به صورت اتومات میبره داخل یکی از حسابایی که باز داریم، ولی خب ما میخوایم یه حساب جدید باز بکنیم. برای همین بالا سمت راست روی لوگو میزنید. این صفحه براتون باز میشه که گوگل میاد تمام حسابایی که شما دارین رو براتون میاره بالا. پایین یه گزینه هست تحت عنوان add another account، یعنی اضافه کردن یه اکانت دیگه. روش میزنید و این صفحه براتون باز میشه. دوباره روی گزینه add account to device کلیک میکنید و الان دیگه میریم سراغ ساختن حساب جدیدمون. اینجا مثلا ازتون میخواد وریفای بکنید اثر انگشتتون، مثلا رمز گوشیتون. وریفای میکنین که خودتون هستین که میخوان یه حساب جدید باز بکنید. و حالا اینجا باید خود صبر بکنیم. و میرسیم به این پارت که اینجا گوگل بهتون میگه که ایمیل یا شماره تلفن خودتون رو وارد بکنید. از اونجایی که ما میخوایم یه حساب جدید باز بکنیم پایین روی گزینه create account بزنید. خب دو تا گزینه براتون میاد بالا. یکیش نوشته for my personal use، یعنی برای استفاده شخصی من، که معمولا وقتی طرف میخواد مثلا بره داخل یوتیوب بگرده ویدیو نگاه بکنه و اینا از این گزینه استفاده میکنه. مورد بعدی برای for work or my business هست، یعنی برای کار و بیزینسیه که من دارم. اگه میخواین کانال یوتیوبتون روی این حسابتون باشه ترجیحاً گزینه دوم انتخاب بکنین که دیگه مخصوص کارتون کلا باشه. خب میزنید for work or my business. حالا اینجا یه فرست نیم لاست نیم ازتون میخواد بگیره، نام و نام خانوادگی خودتون رو وارد میکنید. من وارد میکنم کارن باسی. بعدش روی نکست میزنید. اینجا ازتون میخواد که تاریخ تولدتون و اطلاعاتتون رو وارد بکنید. خیلی هم مهم نیسته ولی حالا سعی کنید درست بزنید. من تولدم تو ماه خرداده، فکر کنم میشه مارچ. زنیم مارچ، روزشم که میزنیم 30، سالشم 1386 چند میشه 2007. خیلی مهمه 2007. جنسیت هم میزنیم مرد. خلاصه تنظیمات درست میکنیم و میزنیم روی نکست. میریم سراغ مرحله بعدی. حالا اینجا ازتون میخواد که یه یوزر نیم بزنید که برای جیمیلتون باشه. هر چیزی میتونید بزنید، فرق نمیکنه. مثلا من این چیزی همینجوری سرهم میکنم، میزنم کارن عباسی یوتیوب مثلا. صدا میگه اجازه نیست.
کارن عباسی من مثلا زدم کارن عباسی KA. خب حالا یه پسورد ازتون میخواد بچه‌ها. پسوردتون هم دیگه خودتون هر چیزی دوست دارین میتونین بزنین. عدد میتونه باشه، حروف میتونه باشه، دوتایی با هم میتونه باشه. یه پسورد هم برای خودتون انتخاب بکنید. من پسوردم الان میزنم و میزنیم next. خب بچه ها حالا تا اینجا که اومدیم الان چیز شده دیگه. خب بچه ها بعد از اینکه پسورد رو انتخاب کردیم الان اون حساب جیمیلی که ما میخواستیم درست شده. تمام. حالا روی گزینه next بزنید و یه سری خورده کاری مونده که بعد اینا رو انجامشون بدیم. بریم با هم دیگه انجامشون بدیم. مثلا اینو میگه privacy and terms. یه سری چیزایی در مورد قوانین و مقررات و ایناست که باید با اینا موافقت بکنید. میایم پایینتر اسکرول میکنیم پایین و روی گزینه I agree میزنید. یعنی به حساب با قوانین گوگل و اینا موافقت میکنید که آقا من اوکی هم اینا هست. چیز خاصی هم نیست. و بچه‌ها دیگه این صفحه براتون باز میشه. الان حسابتون کاملا ساخته شده و کار دیگه ای نداره. حالا کاری که باید انجام بدید اینه که برگردین داخل همون صفحه اولی که با هم دیگه بودیم. خب بچه‌ها برگشتیم داخل همون صفحه اولی که بودیم و فقط کافیه که بالا سمت راست دوباره روی لوگو بزنید و اون حساب جدیدی رو که ساختین انتخاب بکنید. بعدش این صفحه براتون باز میشه. حالا مرحله دوم بچه‌ها میخوایم بریم سراغ این که یه مقدار امنیت حسابتون ببریم بالا. چون به هر حال این حساب میاد روی کانال یعنی کانال یوتیوبتون میاد روی این حساب و باید امنیتش بالا باشه که مثلا هک نشه، کانال نپره یا اگه این اتفاقا افتاد دستتون خلاصه به یه جای بند باشه و بتونین درستش بکنین. میبینید که من الان توی این صفحه هستم میگه add recovery phone. خب یعنی میگه که شماره تلفن اینا به ما وارد کن که یه مقدار امنیت حسابت بره بالا. روی این گزینه بزنین تا یه خورده امنیت حسابمون رو ببریم بالا. اینجا الان میگه که وریفای کن که خودتی. الان اثر انگشت من میاد که من باید بزنم. اینجا اثر انگشت منو میخواد، من اثر انگشتمو میزنم، وریفای میکنم که بازم خودمم که دارم اینا رو وارد میکنم. و میرسیم به این صفحه. اینجا اولین چیزی که ازتون میخواد شماره تلفنتون. خب شماره تلفنتون رو وارد میکنید و روی گزینه سیو میزنید. من این کار انجام میدم. الان شماره تلفنمون رو وارد کردیم بچه‌ها و یه مورد دیگه هست که بهش میگن ریکاوری ایمیل. یعنی یه ایمیلی که آقا شما اگه اون ایمیلتون مثلا هک شده، یه مشکلی براش پیش اومد، از طریق یه ایمیل دیگه بتونید برین داخل کانال یوتیوبتون و مشکلی براتون پیش نیاد. و توی همین صفحه میتونید این کار بکنید. میبینید نوشته add an email address. میگه یه آدرس ایمیل رو اضافه بکنید. روی مداد جلوش میزنیم و اینجا یه حساب ایمیل دیگه که دارین رو وارد میکنین که میشه ریکاوری ایمیل این حساب جدیدیتون که اگر این ایمیل جدید به مشکل خورد بتونین از طریق اون ایمیل قبلی برین داخل کانال یوتیوبتون. من الان یه ایمیل رو اینجا وارد میکنم و دوباره روی گزینه سیو میزنم. خب ایمیلتون که وارد شد نیاز دارین که یه وریفای کوچیکم انجام بدیم. بازم روی این مداده اینجا میزنید و روی گزینه سند کد کلیک میکنید. یعنی یه کد برام بفرست که من تایید کنم که خودم. الان باید صبر بکنیم تا کد برامون بیاد. فکر کنم اومد. خب بچه‌ها کد برای من اومد 72 41 40. میریم اینو الان اونجا وارد میکنیم. 72 41 40 و میزنیم وریفای. میبینید که اون آیکون تعجب زردم قطع شد و الان شما امنیت حسابتون رو بچه‌ها بردین بالا. الان یه ریکاوری ایمیل اضافه کردین، شماره تلفنتون هم دادین و تمام شد. پس آقا مرحله اول اومدیم یه حساب جدید برای خودمون باز کردیم که شامل یه جیمیل و یه پسورد میشد. کار دومی که انجام دادیم اومدیم امنیت حسابمون رو بردیم بالا که کار از محکم کاری عیب نکنه و اگه مشکلی برای کانالمون پیش اومد راههای مختلفی داشته باشیم تا بتونیم به کانالمون دسترسی پیدا بکنیم. حالا میریم سراغ درست کردن کانال یوتیوب، یعنی همون ساخت کانال یوتیوبتون. اینجا رو میبندین و میرین داخل اپ یوتیوب.
بچه‌ها وارد یوتیوب که شدین، پایین سمت راست روی گزینه حسابتون میزنید و اینجا برای گزینه سویچ اکانت میزنید و میاین اون اکانتی که تازه درست کردین رو انتخابش میکنید. الان اون اکانتی که من تازه درست کردم این آخری است، انتخابش میکنم و همونجور که میبینیم میگه که هیچ اطلاعاتی از تو وجود نداره، هیچی نیسته، خامه و تازه ساخته شده. حالا پایین سمت راست میان روش میزنید و همونطور که میبینید بالا پایین اسم من یه گزینه داره تحت عنوان Create a Channel. روی گزینه Create a Channel میزنید. اینجا داتون میاد که یه دونه عکس برای کانال یوتیوبتون انتخاب بکنید، یه دونه اسم و یه دونه هندل. اینا رو اگر خواستین میتونین تغییرشون بدین. حالا من اینا رو الان حوصله ندارم تغییر بدم، درجا روی گزینه Create Channel میزنم. Channel Created، کانال یوتیوبتون درست شد، تموم شد. الان کانال یوتیوب شما درست شده و میتونید دیگه شروع کنید به تولید محتوا کردن و ویدیو ساختن و این داستان. حالا بریم سراغ الان بالا پایین اسم من میبینید گزینه Create Channel تغییر پیدا کرده و شده View Channel. خب حالا روش که بزنید میره داخل کانال یوتیوبتون. الان این کانال یوتیوب منه و میبینید که آیکون کرییت اینجا هسته، گفته که اگه میخواید میتونید شروع کنید به تولید محتوا و ویدیو ساختن. حالا میخوام بهتون نشون بدم که پروسه ویدیو آپلود کردن و اینا چیه. خیلی سریع بهتون میگم، خیلی لفتش نمیدم. الان چون که من هیچ ویدیو داخل این حسابم ندارم، این گزینه کرییت این وسط صفحه هست، میتونم روش بزنم و ویدیو آپلود کنم. ولی اگر ویدیو داشته باشم این گزینه وسط صفحه نیسته و یه گزینه به علاوه پایین وسط صفحه هست که از طریق اون شما میتونید ویدیوهاتون رو آپلود بکنید. روش که بزنید 3 تا مورد براتون میاد بالا. یه مورد هست که میگه ویدیو، که مال ویدیوهای طولانیه، مثلا ویدیو 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه ایناست. یه گزینه داره که مال ویدیوهای شورت یوتیوب که تا 3 دقیقه هسته، یعنی از 3 دقیقه به پایین ویدیو شورت حساب میشه داخل یوتیوب، میتونید ویدیو کوتاه آپلود بکنید. و گزینه بعدی هم گزینه لایو، خب که میتونید بزنید و برین لایو روی یوتیوب. الان من یه ویدیو رو از توی گالریم انتخاب میکنم که بیاد برای آپلود و بهتون نشون بدم که سیستمش چیه. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. یه جنبندی آخر بذارین براتون انجام بدم. پس مرحله اول رفتیم داخل یوتیوب، رفتیم داخل گوگل و بهتون گفتم که چجوری میتونید یه جیمیل پسورد جدید بدین و یه حساب جدید برای خودتون باز بکنید. مرحله دوم با هم دیگه رفتیم و امنیت اون حساب رو بردیم بالا، یه خورده حسابو قرصش کردیم که اگه مشکلی برای کانال یوتیوبتون پیش اومد بتونین پیگیریش بکنین و درستش بکنین. مرحله سوم رفتیم داخل یوتیوب و یه کانال یوتیوب برای خودمون باز کردیم، گفتم که چجوری باید کانال یوتیوبتون رو باز بکنید و اینا. مرحله چهارم من بهتون گفتم که چجوری میتونید روی یوتیوب از روی گوشیتون ویدیوهاتون رو آپلود بکنید. به همین راحتی شما میتونید از روی گوشی موبایلتون یه کانال یوتیوب باز بکنید. اینا بهتون میگم که اگه گوشیتون اندروید باشه یا آیفون باشه فرق خیلی خاصی اینا با هم دیگه نداره. یه سری جاهای جزئی با هم دیگه فرق میکنه که خودتون میتونید درستش بکنید. مثلا من الان رفتم گوشیم خب اندروید، آیفون نیسته، من از روی گوشی اندروید بهتون نشون دادم. و مرسی که بچه‌ها تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانالمو سابسکرایب بکنید، یه لایک هم برای ویدیو بکوبید و تا ویدیوی بعدی فعلا.